امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در ماه مبارک رمضان قرآن را به قیام استادن سر نماز به 2 رکعت نماز کل قرآن را ختم میکرد. خود تو میگی من مقلد امام ابو حنیفه هستم. در یک ماه مبارک رمضان چندین بار، حتی امام بخاری را میگن 30 مرتبه در روز 30 مرتبه در شب در ماه مبارک رمضان قرآن را ختم میکرد. قرآن هدی للناس، هدایت برای بشریت. با قرآن خوب بگی، با قرآن در این ماه رفیق. پروردگارا مرا پاک کن، آلوده هست چشم من، گوش من، زبان من، دست من، پای من، شکم من، همه آلوده است. پروردگارا پاکش بگردان. ای چقدر بودن که رمضان نرسید و از این دنیا رفتن. رمضان پیش هم روزه نگرفته بودن، توبه نکرده بودن. رمضان پیشش هم توبه نکرده بودن، ولی به این رمضان نرسیدن، مردن و رفتن. آنقدر سلف صالح با آمدن رمضان خوشحال می شدن، دعا می کردن، دستانشون به سمت آسمان دراز. خدایا رمضان را به ما برسان و ما را به رمضان برسان. احنف ابن قیس در ماه مبارک رمضان پیر شده بود، خیلی ضعیف. برش گفتن که روزه نگیر، خیلی ناتوان میشه، از راه رفتن میمانی. میدونین چی جواب گفت؟ احنف ابن قیس گفت صبر بر طاعت الله خیلی آسان تر است از صبر در برابر عذاب الله. من صبر میکنم به طاعت تا الله مرا از عذاب خودش نجات بدهد. ابراهیم ابن هانی کل عمر خود به روزه گرفتن تیر کرد. آخرین روزی که قرار بود از این دنیا سفر بکنه، این جهان فانی را ودا بکنه، در وقت نماز عصر آنقدر تشنه شد، در وقت جان دادن بود، صدا میزد که تشنه شدم. آب را دوان آوردن به سرش، به دستش داد. ابراهیم ابن هانی آب را گرفت، همین که به دهن خود نزدیک مقدار به دهنش برد آب را، هنوز قرطش نکرده که یک بار یادش آمد، چیزی به یادش آمد. از پسرش پرسان کرد غروب شده؟ آفتاب غروب کرده، وقت افطار است. گفت نه پدر جان، وقت افطار نیست. گفت آب از دهن خود پایین انداخت، پس دوباره فرمود لمثل هذا، این آیه را خواند، لمثل هذا فلیعمل العاملون، برای این مزد، برای این پاداش، برای این اجر تلاش کنندگان تلاش میکنن. میگه وقتی که آب را انداخت گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، جان به جان آفرین تسلیم کرد. نعره تکبیر. برای ضعیف الایمان ها مای بهانه رسید. اونهایی که ایمان ضعیف دارن، جناب مولانا میده مشکل داره، من کار میکنم در بازار، من در سفر هستم، جوانی که در ایران کار میکنی، جوانی که در روسیه کار میکنی، جوانی که در تاجیکستان کار میکنی، جوانی که در ازبکستان کار میکنی، جوانی که در ترکیه و آمریکا و اروپا کار میکنی، اگر میگه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و تو صحت داری، مریض نیستی، بهانه نیاور که خدا حمام تقوا رو فرستاده است. الله حمام را فرستاده که گناه در بدن تو نماند. بهانه نیاور. برای اونهایی که ضعیف الایمان هستند و شروع میکنن به بهانه آوردن، عزیز من این ما آداب دارد. وقتی داخل مسجد که خانه الله هست میشوی، چقدر آداب برات بیان میشه. متوجه باش، به پای راست داخل شوی، هر سخن دنیا را ایجا نگو، به ذکر مصروف باش، به یاد الله مصروف باش، به نماز باش، به گریه باش. این ماه هم ماه خداست، آداب دارد. با بار گناه داخل این ماه نشو. امروز از خدا یک معذرت خواهی بکن. هنوز 3 روز فرصت داری، 3 روز فرصت داری. خوب تکان میتوانی خود را یک تکان میدی، میتوانی خود تکانی بکنی، بازیابی بکنی، خودسازی بکنی. 3 روز فرصت داری. از خدا بخواه که خدایا اگر در سال گذشته نتوانستم بندگی تو را کنم، خدایا مرا ناپاک داخل این
ماه نکن. پروردگارا مرا ناپاک به استقبال این ماه نفرست. پروردگارا مرا پاک کن. آلوده هست چشم من، گوش من، زبان من، دست من، پای من، شکم من، همه آلوده است. پروردگارا پاکش بگردان. ای چقدر بودن که رمضان نرسید و از این دنیا رفتن. رمضان پیش هم روزه نگرفته بودن، توبه نکرده بودن. رمضان پیشش هم توبه نکرده بودن، ولی به این رمضان نرسیدن، مردن و رفتن. چقدر خدا به ما و تو لطف کرده. هنوز جان من و تو را نگرفته، تو رسیدی که انشاءالله برسی. انشاءالله برسی. تو رسی عزیز من. هر شب قدر است. اگر قدر شناسی از همین وقت شروع بکن. یکی از بزرگان دین وقت ماه شعبان داخل میشد که این ماهی که ما هستیم همین شعبان است، میگه دکان خود را بسته میکرد، داخل خانه خود میشد، با هیچ کسی حرف نمیزد، شروع میکرد به خواندن قرآن. سفیان ثوری رحمت الله علیه محدث بزرگ است. وقت ماه مبارک رمضان داخل میشد میگه شروع میکرد به خواندن قرآن، فقط و فقط تمام روز قرآن میخواند. امام زهری امام حدیث است، محدث بزرگ است، جبل المحدثین است. وقت ماه مبارک رمضان داخل میشد درس حدیث را بحث میکرد، در جلسه علما و شاگردان نمیرفت، شروع میکرد به خواندن قرآن. این ماه چی است؟ ماه قرآن. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن هدى للناس، هدایت برای بشریت. با قرآن خوب بگی، با قرآن در این ما رفیق شد. حتی رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان با جبریل دوره قرآن آغاز میکردن و سالی که از دنیا رفتن در ماه مبارک رمضان 2 دوره قرآن خواندن. امام شافعی رحمت الله علیه 60 بار در ماه مبارک رمضان ختم میکرد. چند مرتبه؟ 60 مرتبه در ماه مبارک رمضان ختم قرآن میکرد. اونا خب میدانستن که چی ماه آمده. عزیز من، ماه مغفرت. جوان عزیز، یک خواهش دارم است، برای نفع تو است، فایده به من نمی کند، ضرر هم به من نمی رسد، ولی اگر این سخن رو گوش کردی فایده به تو می رسد، اجر به تو می رسد، عزت به تو می رسد، شرف به تو می رسد، وقار به تو می رسد، کامیابی به تو می رسد. فقط یک خواهش است دارم جوان. میدانم پول داری، میدانم کار داری، میدانم آیفون داری، میدانم موبایل های بلند داری، اما یه خواهش میکنم در ماه مبارک رمضان فیسبوکت رو بسته کن. اگر نمیتوانی چشم خود را کنترل بکنی. جوان عزیز، اگر نمیتوانی چشم خود را کنترل بکنی، بله اگر تو به فیسبوک میری که قرآن میشنوی، صحبت و دعوت علما را میشنوی، اشکال نداره، اما اگر نمیتوانی 5% از نیکی و 95% از بدی استفاده میکنی، بسش بکن. واتساپ خود را بسش بکن. حتی اگر کسی را دوست داری، میخوای به همراهش ازدواج بکنی، تو هنوز نکاح نکردی، فقط این پیام برایش بده. بگی فرصت داریم، 1 ماه من خب با تو چت میکردم، با تو پیام میکردم، 1 ماه یک فرصت داریم ما و تو، بیا تو هم دعا بکن، من هم دعا میکنم، من پاک شوم تو هم پاک شوی، بعد از رمضان الله کل موانع را بردار، من با نکاح اسلامی با تو ازدواج میکنم. این کار را بکن که اون هم تکان بخورد، دختر مسلمان هم تکان بخورد که سبحان الله با کی طرفم؟ با کسی که پیرو عمر است، با کسی که پیرو ابوبکر و عثمان و علی است. این پیام را بده به تمام دوستانت، حتی اون رفیقی که تو داری و تو مصروف گناه بودی، مصروف پابجی و لدو و همسال اینها بودی، برش بگو دیگر ماه آمده که با اینها خداحافظی، با کل گناه. ماهی نیست که تو فوتبال نگاه کنی، ماهی است که میدان مسابقه خودت است، تو وارد این میدان میشی.
این میدان مسابقه است. حسن بصری رحمت الله علیه میگه ماه رمضان میدان مسابقه است برای بندگان خدا. هر کی تلاش میکنه در این میدان بازنده نباشد، برنده باشد. پس عزیز من در این میدان تو وارد بش و تلاش بکن از دیگران سبقت بگیری. ماه نیست که باز شب اول و دوم و سوم در تراویح مسجد پر است، قاری قرآن میخواند، شب چهارم و پنجم دیگه آهسته آهسته صفا تمام میشه. این ماه نیست که قاری در محراب قرآن میخواند، جوان پشت سر قرار نشسته و موبایل خود چک کردشته. این ماه نیست که قاری در قرآن داخل منبر شروع کرده، داخل محراب شروع کرده قرآن میخواند، داخل محراب قرآن میخواند، وی جوان رفته بیرون که ما آب مینوشم، 1 ساعت زیاد دوام نمی کند. پیرمردا در صف استاد هستن، جوانا برو بیا برو بیا برو بیا. منافقین صفتش چیست؟ و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس. منافقین وقتی به سمت نماز بلند می شوند بسیار به تنبلی به نماز بلند می شوند. و این نمازم یراؤون الناس به خاطر ریاست که به مردم نشان بده که من نمازخوان هستم. ولا یذکرون الله الا قلیلا. الله را ذکر نمیکنن مگر خیلی اندک. بحر الرایق یک کتاب فقه داریم ما، در اوجه میگه اونهایی که در تراویح نشست و برخاست میکنن و میرن و بیرون میاین و میشینن تا وقت رکوع، میگه در ذیل همین آیه داخل میشن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا. وقتی به سمت نماز منافقین بلند میشن بسیار به تنبلی بلند میشن. جوان عزیز تو الحمدلله صحتمند هستی، جوان هستی، انرژی داری. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در ماه مبارک رمضان قرآن را به قیام استادن سر نماز به 2 رکعت نماز کل قرآن را ختم میکرد. خود تو میگی من مقلد امام ابو حنیفه هستم. در یک ماه مبارک رمضان چندین بار، حتی امام بخاری را میگن 30 مرتبه در روز 30 مرتبه در شب در ماه مبارک رمضان قرآن را ختم میکرد. این ماهی است که گفتم لیلام شده رحمت خدا، لیلام شده مغفرت پروردگار عالم. جمع بکن عزیز من.